جماعت دهات سنگتوده میشویم. انا نگفتم. که دوست مرو ای پرنده سامیلتون میخرم ای خزنده پویزا. میگردی ها؟ ای روغن احتیاج نمیکنه. رو یکی میپره؟ الو در جونم الو. ایوا یا ماکارون پلاو کند خود همی گوشت با ماکارون برو وار کنی. ای برادرو. چوی کشیدن میگی؟ با چه پویزا پویزا. عدس ما رو خانه میگه. پدری مرا داری هم میری سانتودا میگن. مردم که در سانتودا میدونه همش. اگر دختر میبودیم با فکرم که ها به حد قابل میشیدین. اگه با تختچه میشید. توزه بشوشه. روز هر یک که با مخلصا کامنتر دمی نیستن که پامیدورو را سوز نشوشت. خودم خودم تعریف نکنم نشد. من دوستان عزیز رسپتی آماده کرده سلات دانجوان خانمایی که آماده کرده نمیتونین ببینین یاد بگیرین. این تازه دهخانی شد دهخانی. فوکسی بابوگی. آها. سوز. جونی مکی باشی. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. اپیمیدیون پاستا برای با قوت کردن مردانگی بدن، شخصانی که بفرزندن بلند برداشتن فایز اسپرما، خون گرفتگی پا و رگکشی و همچنین برای حوصله را بلند کردن. مزه هنزل برای درد میان، دست، پا، ریماتیزم. روغن خلبه برای خون گرفتگی گرده، پیشابدان، پروستات، سنگ و نمک گرده. سمیونوان برای اشتها و بزبله شدن. اینها سبب خدا شفا فرما همه راضی شما. سلام مخلصان عزیز و هواداران برنامه در مهمانی هنرمند. این زمان ما مهمان یکی از ناحیه های آوازدار کشور، ناحیه دنغره انیخترش جماعت دهات سنگتوده می شویم و ما می رویم به خانه یکی از حجمنگاران شناخته دوست مراد شریپوف با تخلص دانجوان. شما کانال ما را ترک نکنید، زیرا لحظه های عجایب را تنها از برنامه ما تماشا کرده می توانید. بار دیگر سلام دوستان عزیز. برنامه در مهمانی هنرمند است تقدیم شما از کانال تلویزیون گروپ. سلام علیکم. سلام خوبی. خانه دوست مراد چون اشکال بیاریم. خانه که دوست مراد شونه. دانجوان نه. ها اینا خانه دانجوان شونه. زنده باشین. تشکر میکنم. و دوستان عزیز در برنامه قدم قربان بسیار مخلصان در کامنتر یا نوشتند که گویا که ما با مهمانی می رویم و دست خالی می رویم. نه، ما دست خالی نمی رویم. ما هر کجا که مهمانی می رویم با خود چیزی می بریم، اما این رو رکلام نمی کردیم. ولی شما ما رو مجبور کردید و این نوبت ما تصمیم گرفتیم که چیزهای خریدگی خود رو رکلام نه و اقلا در همین سب ببینید که ما با دست خالی نمی رویم به خانه دوست مراد شریپوف. و این لحظه ها ما شنیدیم که دوست مراد شریپوف در ده هستند، در دهه سنگتوده. می رویم سراغ ایشان. شما ما رو همراهی کنید. اکا دوست مراد اکا دوست مراد بیا دیگر دوست مراد بگم دانجوان بگم نمیدونم. بیا سلام علیکم. مخلصا بسیار خواهش کردن که این برنامه در مهمانی هنرمند رو با شما گذرانیم. ما هنر حجم‌نگاری شما را، هنر اکتوری شما، هنر سرایندگی شما را همگی خوب میدونن. انا اکنون ما هنری از عهده پختن خوراک برآمدن شما رو میسنجیم که تا کدام اندازه زنخلان است. زنده باشه. اگه این مسئله روزی میبینید نه که خیلی مهمونو کی دوست نمیداره. این خیلی مهمون موچو میکنی. شما در خدماتتون روی مهمون تمامی اوقاتشون رو بیا پختن باشه. پختن پرابلم نیست. 2 سال خدمت 5 سال نیست فقط پخته این پرابلم نیست. پختن شما در مرامت بیاید. مرامت شما در خدماتتون روی شف پاور میشم. شف پاور. بار دیگر سلام مخلصان عزیز. این زمان ما مهمان خاندان
دستمراد شریپов با تخلصی دانجوان قرار داریم در دهه سنگتوده. زنده باشید عبدالرحمن جان، خوش آمدید. خوش و آمدید. بسیار مخلصان خواهش خواستن که از عهده خوراک پختن شما میبرید نمیبرید، این رو باید که با چشم خیش ببینم. که برادر عزیز عبدالرحمن جان، من یک گپ میگم که من عین حال بهر شما مهمانی که در خاندان ما هستید خوش آمدید میگم. بهر شما گوشت بیرونی باباگی هم چیستا گوشت بیرون با اینا کاکراس گوشت بز آوردین. برای چه گوشتی بز؟ گوشت بز میخری که بزی نکنید هر کدوم. نه این برعکس، وقتی گوشتی بز میخری با هم مسیر اسرار تا فوش میکنی. نه ما برای همین سپیڅل گوشتی بزویم. نه خیلی که باشه گوسپند میخری بر باید نگی گوسپند چی، یکی گوشت گوسپند میخری با قوت میکشی اودام ها. انا گوشت بز برای هم میخری که بزی نکنی. بله. ایمونیتت بلند شود. و مخلصان عزیز شما از کانال ما دور نشوید و میبینیم که دستمراد شریپов گوشت بریان را چگونه آماده میکنه. اول گوشت رو هم البته گوشت اول گوشت رو میده میکنیم. هم زنبور مردم خیمه اونده زنبور پیش انا نگفتم الله کای گزیدی ندیدی گزید او یک گوشت موندگی تر گزید. اوه بچه اون وقت دیگه سرود بود که تو رو چی گزید میگم آرو گزید، یک جا آرو میگن ما زنبور میگیم. اینو اکرم نده یوردم که بسم الله الرحمن الرحیم. ها بچه مشکل مرا نگذا که میترسم. رفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گوشت خوردنش نغز ببینه این بوش بد میبینه. نه وای همش خوبه. گوشت آدمیزاد با گوشت زنده، با نون زنده، با خوردن زنده آدمیزاد. فقط بچریم بچه‌ها بخیریم. راست گپ زنیم. در همین حیات چند بار گوشت بریون پخته هستیم. راست گپ زنم. سالایی که در مقصد ده مردگی میکرده در همین کوه، سالای پیش تا سال 2000 اومده بگیم مقصد ما دهقان بودیم تا سال 2000 ما در همین که جیلدره میگن، هم جیلدره دا مال و حال داشتیم. راستی گپ قریب زیاده 100 تا بز و گوسپند داشتیم، مرغ و اندوک و هم خیلی چیزا بسیار داشتیم. همون سالا در یادم هست که کده بودم. انا بعد در این خیلی که گفتم در اینجا خیلی خدمت کم و بیش در وقتای دانشجویی کم و بیش این خیلی بگم دوره دانشجویی در گوشت بریون نمیخوردیم. خاکه یا وقت پدر ما گفتم که مال حال که داشتیم یا وقت پدر روی میکردن و میکردیم. انا بعد همودم راستی که بگم ما کم در کم کدگیم همین کارا کم در کم بگیم. دیگر خوراک کارا چی؟ دیگر خوراک کارم همین عموما همین پوری را کم. این یگام جو مایافکا بریم بسیار ما قطعین روزبک فیضلی میریم. روزبک پوری خوبه بسیار. همون روزبک فیضلی تیار میکنه دولی های دست ترا میگازن زنبورو اینجا احتیاط نکنی میگازین. من همین دیدم که گزید نه بو هم هوشیارن که یارو ما زنبور غینگک میگیم. بو زنبور غینگک شما چی میگم زردکا کیتایسکی نه و اونی کیتایسکی دیگه و یا دیگه یا هم چیز تا قدیم یا این زنبور بوده کو با زنبور اولا دو نمود زنبور بودن وقتی ما گوده بودن کلانش گو زنبور میگیم. اولا ها زنبور اولا. انا حاجی همشه میبینی اگه اومده پروان نکنی. اینا برادر عزیز حسابی هم کردگی وقتی اکم یکشتیم همین چخه مهمون که میومد ایران کنی کارچه خطی میزنی با این خیلی نزنه که کارچه بزن همین پوست میکنی یا اگه چه بود کنی خطی هم میکنی تمام جدا شدن میگیرن. من اگر توی کدنش دیدم پاور نکنه این خیلی نمیزنه این خیلی میکنن تمامی میکنن تمامی ایش ده ایهوداش میبرم مقصد این خیلی خبر اونجا هم خیلی فریزه کردن حال همو دوره پیش دیاد مونده کانترک. برنامه ما رو با قدم قربان تماشا کردیم. البته تماشا کردم. شما کوشش کنین که از قدم قربان دیده بهتر آماده کنین. نه رقابت میشه. رقابت که نمیگی ایوا یا ماکارون پلاو کنده خود همین گوشت با ماکارون برابر کنی. ای برادرو همین الکای تماشا بین خودش هیچ کا گوشت که جدا میست و ماکارون که جدا میست. با یک از کامنتر نوشته است که کم تر گوشت نبود اما ماکارون بود اوزه. تو بخیر اگه این کامنتاری را یک جهت بخونی خوبه. ما دا یاردم میکنه کامنتاریا همون رو میخونیم و عبرت میگیریم. مقصد کار خطا باشه میگیم ما کار خطا رو نمیکنیم. همین خلاص عبدالرحمن جان.
به نهایت کامنتار خوبه. فکرم که گوشت تمام آماده شد. الان که تمام کنیم حاضر یک دقیقه بعد از ریزه کردن نمک رو گوشت رو میشویم. تازه میشود که یگان خون یگان خیل اگر باشد انگام شستن تازه میشود. نمک برای چیه؟ این نمک بکنیم خوی باید نمک خورده بست این گوشت. برای گوشت نمک بخوره. خونش بر اومدن برای نه شدن. بلذت با مزه شدن. این نمک خورده مثل تو علو مندار میگیره ولی با هم دست ما رو زنبور میگازه. نه که من راستی که میگم خونی من خلاص چیز ما رو بگازه خودم خمیم برا در تنم مو زنبور میبرم دست ما برام نمیکنه. سگ چی؟ سگ هم یکم ور سگ نگازده ما راستی که این خیلی خیلی آدم کگ میگازه میگه که من خیلی گپو نیست. نه ترکان کلاپی نه خیلی چیزا اومد طرف تون میخه. همون سگا هم بافین فهمیدگی هم برای همون نمیگذن. این نمک خوردن میگه. این نمک خوردن عزیز زنده باشه. ما علو رو در میتیم. آتش. بسم الله الرحمن الرحیم بیار. علو. پیش از اون که ما علو رو درگیرونیم اول دیگ رو باید. یک دقیقه دیگه شوشتن. تو من یوردام کدام میگی؟ بله من. نه ولی من علو درگیرونم با همین دستی اولیدم. علو درگیرونم علو. بیمودم خیلی میکنم بکنم شوان. خوبی بهترین. اکا عبدالرحمن جان ابرشید خوشم ابرش یوردم. من اوشم میدم خیلی میگیرم. هپ انا خان تزام با تو روسی رو بفهمیده اینه. این هزونی بردم بود. هزونی بردم. تو بسم الله الرحمن الرحیم. که در میگیرم. از یه همین در میگیرم. از یه همین در میگیرم. این خرپرغه میگن ایشه خرپرغه. اینو نشکن هم خپرش کن. نه هزم میشناسه خرپرغه. این خرپرغه میگن اینا. رنگش شوارزنگر میشکنی. همون سربیش اکو. سربیشان شوارزنگر شویه. بچه استخباره ایشان خیلی. تعریف کردی؟ بس شای با فکر من. نه من بس نیست هم یک علوم با درگیری با در میگیره ایشالا دیگه کجا میره و انا کوزی در گرفتن میگیره خون قفای کار میشه. بله. باز یک دیگ به تسبیح تا دیگ تسبیح دنم یک نفسم میشونه. خب با یک قفای پیاز میشن پیاز. بله. پیاز آماده میکنیم. جمع میگذاریم ها. بسم الله الرحمن الرحیم. انا پیاز. اکنون پیش از اونه که گوش بریان رو ما با دیگ میاندازیم اول باید پیاز البته پیاز. خاطری سرخ کردن روغن میگویند. باز با لذت کردن گوش بریان ما. همین پیاز همه طرفه فایده داره در گوشت. خامش برای چی گوش بریان میارن یک پیاز ریزه کرده میارن. ما پیاز کنی میگیم که یارو پیاز کنی. پیاز با گوش بریان همراه کرده میشود گوش بریان ملایم میپزد. پدر همین در و بعد استعمال کردن بعد خوردن پیاز خام برای چی میکنن که مقصد که حل میکنه با درو درون فایده خودش داره او. جوری جانی من کی باشه حاج. الو هم گرم شی. اینا تمام. شامولک میزنش. انا که آماده کی باشیم یک پیاز را در دل روغن ریزه میکنیم. زیر یک تا دیگه هم ریزه کنیم. اول یک پیاز رو میده میکنیم. حالا روغن در دیگ بدوزیم روغن. یک تا دیگه. کامر یاد دادم میگه من ایدو گوش نمیبره من گفتم که من خیلی پیاز هم تاثیر نمیکنه. خیلی گفتم ترمیناتور سربی خیلی خبر نیست. همین قشنگ میدونم که همین دمکش برای ریزه کردن یاردم میکنه. انا که پیاز رو میشویم. البته. بسم الله الرحمن الرحیم.
آنها یک پیوز رو گردون کنیم او گردون آفرین یا بول برید تمام چرا تاشتا بشیدم نه آنها روغن هونو رهی همین معیاری روغن رو چیز نمایم میکنه همین کلمه نیزم بس همین چیگم همون که روغن بیسته باشه همون که خوبه میگه خاک بخور روغن قطی بخور همین روغن داشته باشه میگذر زیر چیزا نکن من اکنون تو گرم شدن روغن پیاز رو بله آفرین پیاز ریزه میکنیم پیاز اونجا رو ریزه میکنیم یک پارچه بشوم پارچه بشوم انکه پیاز ما راستیگه در سه نمود ریزه کده میتونم پیازا اگه ایجاد تختچه نیسته که خیلی ریزه کنم ایجاد با ما میتونم که تاجیکسکی وریانت اینه یک پیاز ریزه میکنیم برای روغن فهمیدن انا جزء بزش برومسته انکه روغن میفهمیم تو چه خیلی حالم روغن حال دوران ولی هم گرم نشده است حالی هم مونده بود خیلی ریزه کردن میگیم پیازان آبی تو سرخ شدن روغن پیاز رو ریزه میکنه وقت بیودن نروه بله انا من برای تماشاگرها چی گفتنیم همه وقت سربلند باشن همین کاری که ما میکنیم بسیار مردم غریب تماشا میکنن مردم غریب من خودم راستیگه بسیار میرم میام در یه ماه 4 بارم رفتم اومدم طرفای دولت‌های اروس همین فقط شما بوی وطن حس کنین اگه ما بدونیم که مزهش هم میفهمین میدونین و اینکه میگن شنیدن که بود مانند دیدن بازی میدون مانند چیده است مانند چشیدن اگه ما اینو برای خکره هستیم که شما کم کم احساساتتان بیدار شو بوی وطن بوی مادر را به یاد بیارین سربلند باشید سربلند باشین خیلی تیز کار میکنی شما چقون هستین اگر دختر میبودیم با فکرم که به حد قابل میشیدین اگه با تختچه میشید تیزتر تق ریزه میکنیم تختچه میشید خلقه پیوزا رو راستی وای میکنی چی میگن؟ کلانتر ریزه میکنیم در درون آب میشه میره بله چون که گوش بیرون دیرتر گوش بیرون در همون که کلان هم ریزه کنی چیگم نداره حالا هم نشیده شیده است روغن شد گرم شده انا عبدالرحمن جان یعنی یک دو پیازه که دیگه رو میندازیم برای روغن شیرین شیدن گفتن نمیشه که بله انا ها دوستان پیاز سیاه شیدگی دارم میگیم اوه تاک میگیرینش اوه تاک نه بود درنی علاوه خب میپرسه بابو سوزان اونجا بیا نمکش که همین زنبور با میگذد رفت اوش مرد رفت با فکرم امرش ایش مونده به پرمو اینه دیدیم ایش هم کش افیلم کفویه هست نمک انا که عبدالرحمن جان انا که ایران کپی بله انا که بسم الله الرحمن الرحیم میگردی ها روغن احتیاج نمک رو یکی میپره انا انی کفگیر یا گردون میکنیم کفگیر انا که با این میکنم بسم الله الرحمن الرحیم کفتن فرم میکنیم و در سامانه های اینترنتی میان شما و رفاعت جمشید بسیار سر و صداها و آوازه ها به قول یک رزبار شد شما رو به تربیه گفتید شما رو هر خانه دیگر گفت یک گپ عبدالرحمن جان میگه اون چیزی که عیان است حجت به بیان نیست من دیگه چی گپ زنم تمام گپ ندارم من این زمان رفت آمد داریم با نه راستی گپ نه بعد از همون برنامه خفه شدیم
ҳақи рости гап бисёр одамо мара бениҳоят агари хеле ман медонӣ ки бачаи батоқатам пурсабрум бисёри баъд дар бораи вай суҳбат кардан гап задан дар ҷои ҷамъиятию занакҳо бисёр модаро бисёр ба ман занг зада гуфтанд ки илтимос мо мақсад бо ҳамроҳи навиромон шиштатара тамошо мекунему ва рости гап тасмим гирифтем ки дигар ҳамин гуфти худо зай дигар дар кор не бетарбия гуфтем барои чӣ бетарбияш гуфтем оха ҳамун худтон мебинем худтон дида мебинем ба чашмотон дар интернету гума чӣ бисёр мухлисон баром назаранд ки ӯро шумо машҳур кардед ба ҳамун таронаи зангирун зангир нестум зангирун чанд қисм баромад 8 қисм 8 қисми сериали турки шуд ҳар як чи насибу тақдир ҳар як кас ай насибаш мебинад тақдираш мебинад баъд мегӯянд ки фар бегира гӯспанд мебардорад вақте ки вай одама ки номуш буромад бояд ба мисли гӯспанд мақсад як хел одам дӯстам пула ки дид раҳгум мезанад хичагум мекунад як хел одаме ҳаста ки метавонад ҳамуро саришта карда ана мақсад ки касе ки номуш буромад саришта кунад хича хуб дар хуб мешавад саришта карда ки натавонист бо чӣ мешавад бо оянда мешавад беқадр аловро камтар пеш мекунем ба хотири шӯи пистае ба фикрам пистау бодом қати алов мекунам ва фикр мекунам то омода шудани гӯшбирён мо бояд ки помидору бодрингро офарин ана офарин як корчама овардон кунам мана помидору бодрингам як овардон кунам ира тоза бишуша бо мухлисо комментара да менависанд ки помидорро соз нашушт ҳамаша назар мегзаронум ҳамин ову ободӣ мегӯянд ову ободӣ ана солҳои пеш рости гап дар ин деҳаи мо ов набуд мо ба хар ов мекашидем ина ин хар доштем шумо ватанмо шукронаи тинҷимо шукронаи ҷаноби олимо пешвои миллат ову ободиро ин роҳатави ҳама хел ҳаст абдураҳмонҷон бале як роҳатаи роҳат ани лаганда як мо овгардон мекунам ҳозир ком шаво шумо майда кадам гирем як дега мекови дӯстони азиз имрӯз шарику салатро омода мекунам мо як борида гӯшбирёнро мековем ки насӯзад ҳозир дар хона тамоман хӯрок намепазем не ростига ман фақат занатон мепазем вақтам надорум хеле кородову мегем як каданам хубай кадом сол оиладор шуда будед соли 2008 бо интихоби худатон буд ё падару модар аки ростига интихоби худмон кардем ошиқ шуда ошиқӣ кардему аз куҷо ҳам душанбе шаҳр рости гап ино дар фархор зиндагӣ мекунам ҳамун шаву рӯз дар фархор зиндагӣ мекардам асосан фархориам бигем баъд ҳамунҷо дар солҳои донишҷӯӣ ҳамин хелак чанд фарзанд доред айни замон шукри худо 2 духтарча дорам баъд мо мебинем ки шумо дар саҳначаҳоятон дар анамун сурудҳои ҳаҷвӣ мекунед аз ҳама бештар ҳамун духтарон зуд иваз мешаванд зани шумо тамошо мекунад рашк намекунад анаки ростига боли вёрама духтаро зеборо аз куҷо меёвед ростига боли вёда имконият нашда ки биё тамошо кунад хам дар диско дар ягон ҷо мебинану ана мақсад зуд иваз шиданшон дар ҳамин ки ҳамин духтар мардум кати кор кардан қина ҳамин нав меги як идея кунум ки нигоҳ мекунем меги мара вай кавалерум нав вай кадай ё ки на мара акам пайдо шид мара очам дига намемонад
برای همین دیگه راستی برای همین تست ازیوز میشه. دنبالش نمیشیم. میگه سر زلفی تو نشد، سر زلفی دیگری. اونا خودشون میان یا شما میوین و یارا؟ همین من همین راستی اینستاگرامو میدرم. چون همین بسیار نوشتگان که اکم ما میخوایم که خطون همکاری کنیم. من میدونم که شما بسیار شاگردان تیار کردین. از همین شاگردی که تیار کردین کدومش بسیار هنر و مهارت خوب داشت؟ همکاری کردن بسیار آسان بود برای شما. ای بچه‌ها بگم و دخترها همش گفتی همش یخ کن. همش یخ. همین اول دمیان یک کندلای مقصد که نمیفهمیدگان با اوستا کدومش که ذهنش سوزه یاد میگیره. با من یاردم کنم خیلی خیلی همیشه هر ریزه کردن. موضوع بونو بودن. موضوع بونو وای شهری خرگونتپا ای لواکامب بختار موضوع بونو. شاگردان شما پرونچک شده میره رنگ شاگردای ما. همه پرونچک شده رفتگان اینا با مخمون من یک دیگ ما بکنم. بله. نفوذا. من دیگه میکنم. انا ما وعده میتونم که ایشالا یک گوشبیرانی به مزه میشه. بله. مخلصا رو دعوت میکنیم. دعوت میکنیم مرحمت بیاین. میگم برادرایی که در ملک غریب هستن این حال مقصد که هر روز نیو مقصد میشم خیلی که همین وقتی که همین برنامه رو تماشا دارن و همون وقت دلشون گوشبیران میکشه. شما عذر برادر عذر ما شما رو آوردن نمیتونیم. ما راستی ما آوردن نمیتونیم. میگم البته خونه ما میمونشین ما برای شما گوشبیران میکنیم. بله. خب انا شنو؟ انا سالاد ما هم آماده شد. سالاد پیاز ریزه کردیم، سالاد ریزه کردیم. چی موند عبدالرحمن جان؟ فقط گوشبیران آماده انتظار میشم گوشبیران انتظار میشم گوشبیران خوردنش نه. اینا کمتر نمک میکنه. اینا ها؟ بله. نمک برای این است طرف شما؟ میشه. این خرید نمک داد. بله. خیلی میشه. زنده باشه انا که اینا ایجا اوست تاک دوباره وجود بمونه. مایده دسترخوان آماده کردن بگیریم. بله میشه. آخر دسترخوانی مردکی میگن. ما همه خمیندوزیم. انا عبدالرحمن جان همه کار کردیم یک کار نکردیم. خیلی ما در دوری باغی اوتمو در حولی پدرمو حالا اینجا یک کار دیگه میکنیم. ولی نگاه اینجا بیا این همه از مهنتای دست پدرم. همون وقتش شوفیور بیرگدیر دهقان همه کار کرده. تو همین وقت انا یک 10 سال میشه رئیس محله. پدر من در هم میری سانتودا میگن. مردم که در سانتودا میدونه همش. حاجی من یک سلطه که خشوب میکنم. بیا. بله. انا عبدالرحمن جان هم 2 نفریم هم خیلی کفایه نیست. بله کفایه است. پیاز چیرمایی پیاز سبز بیام. یک نشویم. این هم خیلی زنده در بالا هم میمونیم. هم خیلی زنده. من دوستان عزیز رسپتی آماده کرده سلات دانجوان خانمایی که آماده کردن نمیتونین ببینین یاد بگیرین. این تازه دهقانی شد. دهقانی تازه خیلی معنی دهقانی شد. خب انا یک بار دیگه من دیگ من میکنم قریب آماده شدگیست. یک بار دیگه دیگ من بکنم بعد پیازو را داره آماده شد بعد پیازو رو میگیریم. الو چخله الو آتش نرمانی درگیستیست. نرمانی
و یک سوال دیگه آها برای چی امروز گروه عربشو کمپانیا یک جا نیست همه پراکنده الوهیده انا راست دیگه که گروه عربچو ما همون یک جاییم روز میشه که خونه ما میایم میشنیم صحبت میکنیم روز میشه که غجوا خشوبه کو دان قرار خشوبه کو کامل امر هم انا راست دیگه همین یوتیوب اینترنت شما را جدا کرد بله حالا چی بگم دیگه کموای شرکت ها دعوتشون میکنن پول میتن میرون نه دیگه شرکت ها خطی مقصد دو گوار خطی پول خطی بوجی میکنن نما شما یک جای محمد روزه یک جای نوفهمی که میون سعدی و منیژه و فخردین شده بود شما در این میون همراه نبودید دخالت نکردید و فکر شما کی همینجا حق بود و کی ناحق بود گناه همچون یک شخص بی‌غرض من یک شخص بی‌غرض چی گفتم میتونم راستی که من توج همین کارشون رو نمیدونم در اینترنت یک گامکل برامون که منیجر فخردین جدا شد او ما کدومی منیجر رو میگن ما یک منیجر داشتیم نامش جمعه بود با یک منیجر دیگه داشتیم حالی در دولت عروس به شوهر برامون در روسیه با یک منیجر دیگه داشتیم یک خرابه که دیگه او هم شوهر کرد این منیجر یو اک فرشی با فرشیویاشان یو اکما دیگه یا چی جدا شوند چی نشوند دیگه گفتی روسا ما فرق نداره یا همین میاین و میرن با نگاه میکنی با ما دیگه با یا منیجر دیگه اومد خو بله این بینی برای چی تست عوض میشوند همون آخه مشهور میشوند شوهر میوند اوه همین ما فکر میکنم که همین سیل اولشون همیه یک همین گل وره میشکفن خریدارشون بسیار میشه که میخرن میبرنشان ما هم خدا میگیم که به منیجه میمونه ما هم خدا میگیم که همه زندگیشون آباد باشه زندگی خوش داشته باشن همین گل وریم که شکفتن به شوهر برویان این یک فخری ما همیشه ما باید شکرانه کنیم که هم یک دختر مقصد ایره بد میگرده و رای بله خوب ده میروه این هیچ وایش نیست هیچ باکی نداره ولی خوب است اگر منیجه هم به شوهر براید با منیجه نو پیدا میشود با گفتم که سری زلفی تو نشد سری زلفی دیگری این هست که میگه که سرت باشد سلامت تاقی بسیار تو هم یابی به خود یاری وفادار مقصد یک زمان شده که زمانه پیشروی اینترنت و این تکنیک و تکنولوژی این عصر 21 دم زندگی کردیم دیگه این خیلی کارا پرابلم نیست مقصد دختر پرابلم نیست برای چی که از امریکا، روسیه، دیگر دولت‌های پیشرفته یاد گرفتن. سال‌های پیش همین خیلی بده بود. خودم در مقصد دهات بودم. ما راستی که یک دختری سرلو چم دیدم، مرا نفرت میومد. ما هم که بچه در دهات تولد شدگی در دهات کلان شدگی، همین بانوی سرلو چ زنی سرلو چم دیدم نفرت میومد. ما هم خیلی کلان شدگی. اینا واسه است مرور زمان قطعی نه. واسه فقط قطعی هم خیلی دخترای اینا با تقدیر مونده هم خیلی شد. بله. فقط انا انتظار میشیم اکا پیازا را نه حال نشه وقت نشده است نپخته است حال نه با چیکار میکنی که دوستان حاجا که من یک کار میکنم عبدالرحمن جان تماشا کن انا که برای بلغزت چیدنش برای دورش میده خوشرو دم خوردنش انا که میبینی این برای خوشبو شیدن هم خوشبو هم بلغزت هم ملوی میپازم ملوی یک تعمیل کفایه یک تا بسیونی هم چخلی که گفتیم دهخونی هم دهخونی اکده چی گفتی؟ عبدالرحمن جان آی انا که ما میتونیم که پیازه چکا کنیم؟ و نام سه دوست نزدیک خود رو گفتم میتونید که در همه پستی و بلندی زندگی همراه شما هستن البته اگه بزرگا میگن دوستان سه نوان عربیدانی زبانی اندنانی اندجانی بنانی نام بیده از در بیرانش ستایش کن به یارانی زبانی ولی که دوست جانی را به دست آر و جان از جان بیده گر میتوانی این حال کم در کم دوست جانی قریب که به نیستی رفته گرد من راستی یک همسینف دارم جمالیدین صاحب کاری همین ده همونای هم همسینف مای هم کورس مای یک جای 5 سال خونده جمالیدین و در یک خیلی کینوفیلم هم هست من خیال میکنم که دوستی نزدیکم هموای مقصد که در دیگه جان باشم زنگ میزنم کارم بد میکنم فقط یک دوست از هنرمندا چی؟ هنرمندا خیلی راستی که
بسیار رفیق داشتم ای مهربانی روشن سرکردگی شادروان سورا بیسا فرزاد که رفیق جانی بودیم مثلا در یک جا هم خون میرفتیم میخستیم انا با پسان بعد از وای یک تا دوستانی کورنمک هم پیدا شد که صاحب خونه کردیم او را با دوستانی کورنمک بودن که صاحب پل کردیم اکنون نام به نام نمیگیرم توکلشون به خدا بخیر عین حال با همراه روزبک فیضعلی برادرمون هستیم از خانما چی؟ خانم که یگام جدا گر خطی گوسفند دوست نمیشه یگام جدا انا که وقت شما کی وایشی پیاز رو میاندازیم. پیاز رو بندازیم آفرین از خوراک ها از چی قیمه بسته؟ من خیلی یگام خیلی پهریزی و قیموبی و خیلی گپو نیست مدا همه چی را میخوره. همین ای پرنده و سامیلوت نمیخرم ای خزنده و پویزا دیگه تمام چی رو میخرم اون میگه که کرکدیل آن حال کنم و کرکدیل حال میکنیم ما خیلی بچه خیلی نقصد نازوی خیلی نداریم و همین چیز پیش اومد شما میخریم انا عبدالرحمن جان انا این خیلی کدیم با کم تره که دیگه نمک بولش میچوشیم که نمک میپوشیم که با لذت شدن با لذت شدن انا پیاز نمک نکردم دیم انا که نه خوراک با نمک با لذت میشود. آفرین انا که همه قطعی نمکی باباگی کلا غروشه میگن اینا انا کفایه است بخیرم. نه انا نیتم انا کفایه است. باز یک بار دیگر به کفگیر آفرین میکوبیم. آفرین انا که و خوراکی دوست داشته کدوم خوراک است؟ خوراکی دوست داشتن گوشت باشه با خوبتره که آخی غیر گوشت چی؟ با خیلی آش پلو هم بسیار میخوریم با خیلی بسیاری بعد گوشت بیرون که خورده با شوربا هم میپورن من میگم راستی که یک چیز با بسیارتر مخلصیم همین ماهیه که سبسق میپرن که ماهی انا همدن بلی شکستم هم که جایی که برم همون بچه ها اوقات کسی هم اول ماهی میپرسم ماهی داری میگم بعد بسیار بچه ها میگن که ای ماهی میخوریم میگم ماهی گناهی آدم میرزانه بعد روزبه هم فیضعلی هم شوخی میگه دوست جان گناهی که ما و تو داریم کرکدیل بخوریم که گناهمون میرزه حاکم میگه ناکرده گناه در این جهان کیست بگو آن کس که گناه نکرد چنان زیست بگو من بد کنم و تو بد مکافات دهی پس فرق میان من و تو چیست بگو حاکم آدمی ناکرده گناه به فکر ما کی نیست حاکم کوشش میکنیم که گناه کم کنیم کوشش میکنیم که در راه خداوند باشیم کوشش میکنیم که توبه کنیم البته که من خداوند امید دارم باوری دارم خداوند بزرگ ما رو هست کرده ما رو سرشته میکنه ان شاء الله که در آینده میبخشه ما خداوند بزرگ مهربان باوری داریم خداوند بزرگ ایمان خارج ما نکنه تمام ان شاء الله که آیندهش خوب میشه انا که انا یک گردون میکنه دم میپره چی گفتی؟ بهترین میشه. بسم الله الرحمن الرحیم انا عبدالرحمن جان تو دیدی او منه 5-6 دقیقه پس بالای سری هم دیگه میایم صحبت میکنیم 5 دقیقه پریریف انا عبدالرحمن جان فکر نکنی که یورا ما خدمت کردم یورا اونجا تیار کردن در رسم دادم گفتم بابا پلیچکا و دست ده هم خیلی کردن زیرا نونا برو ما چیگم نه نونا میبریم نونی و چگی باشه من چای بیارم چای انا عبدالرحمن جان تو چای کشیدن میگه که عبدالرحمن چای کشیدن میگی بچه پاکیزم عدس ما رو خانر میگه بعد نونم میگی نون تر نشه و اون چیزا گم میشه گرمی بعد بده جوش میده سروسی من بعد داخل میجم اینه با عیبی هم هست کراوت خیلی کراوت پاستو بنا عیبی کراوت نداره هیچ گم نیست گفتی اون روزا نشست کنیدن چی میدن انا گفتم مجبور هستم چای دم کنی اینه اول نمیشه چای دم میکنه چای پرابلم نیست گفتی اون روزا چای پرابلم نیست انا روی جون ما کی باشی چای کشیدن میگی عبدالرحمن جون ما چیکار میکنم انا ما برام دتونه خبر بودن که با گوشت نه در خاکستر شود حاضر یک فوکسی بوگی ها سوق دستم سوخته حال داشتم
یو دستی بابا کامون باید تنمون مرچه دست خطیمه خطیبه ایران نمیسوزی توی این چی کفشیستن؟ چلیکو با آوغانیش نه اما ریختشتن عبدالرحمن جون نمک همه چش خدا یا بچشه ما گفتم که شوری رای تیزی فرق نمیکنم اگر اینو میگی یک کاربیا داری یک لواکش این خیمه گیرم یا تانی میگیرم امیرا نه به چشمش میگی اوه که ما گفتم که شوری تیزی رو خواهد های هر چی خرید خوب بزن هم شور نباشه شی چقدر؟ روزای ایشو با مزه نکه؟ نمک کم یا نه؟ تمام هم تنه گوش سخته ها؟ کم تریگه بود شد من فکر میکنم که گوش بیرونی ما آماده شی بله اگه میکشیم چی گفتیم؟ بیا پیشتر از بسم الله الرحمن الرحیم شد نشد شویه میدونیم که باشی این هیچ حقی کمیره چیو بله من آورگیرنده ها چی گفتی؟ بله بیا انا کالی من یک دو پیازک در بالاش بمانم دو پیازک در بالاش بمانم عبدالرحمن جان حقی هم زیبی گوش بیرون نمیاد ده زیبی گوش بیرون نمیاد انا اون یعنی گیرای کو من دوستان عزیز گوش بریانی دون جوان نیز الکای آماده شده است فقط خوردنش مونده معلومه جوش بگذار انا عبدالرحمن جان خوش آمدی دوستان انا که بگی بسم الله این چانی که جدا ما چای با میشه بگی بسم الله کو یک بسم الله کو بگیریم با شما کلانترین انا راستی گپ در مسکو بودم اینترنت تماشا کردم یکی توی دور اومد گفتم دوستی ما زنگ گرفت نباشه های اومده اینه که توی ده انا راستی گپ خبر کردگی در رودم هست حضور آمد برای توی خبر کردگی تو انا بچه‌ها ما خود دیدی که در دولت عروس بودیم ولی خب توی دیگری تو یا توی میگم یا زنگ گرفت خطی تمام با توی فرزندو خدا هم یک زن خطی خوشه پیرت کنه فرزندانی سالم به دنیا بیاری انا با در توی فرزندای ایشالله بسیار نرمنده این اومده بسم الله الرحمن الرحیم ای برادرایی که ما رو تماشا دارن آیا خیلی حضور میخوایم که اگه ما در پیش چشم شما گوش بیرون میخریم شما حضور زیاد که بر به چشم کوچتره خودم خودم تعریف نکنم نشد حاضر من میخورم مخلصان عزیز بعد بها میتم که گوش بریانه چی خیلی پخته است دوست مراد شریفی من مولای میخوام بگم حالا هم گرم است گرم بله در حقیقت با مزه ای گوش بیرون کسی که بپازه با مزه میویم گوشت در بچه ها و تشکر میگویم به شما زنده باشه هزار رحمت که رد نکردید در برنامه ما شرکت ورزیدید ما رو خوب قبول کردید مهمانداری خوب کردید و از همه خوراک دوست داشته خوراک با قدر پیش تاجیکان این چی است؟ گوش بیرون است آماده کردید این خیلی مهمونا رو چند کسی هست اومدن میگیرن چون میارن پرادکت چون ما تیار کرده خوردن میگیریم از جا معلومات چند تا هست بیایی خوش اومدید و در اخیر به مخلصان برنامه ما به تماشابینان کانال تاجیکان گروپ چی تمنیات داریم؟ تاجیکان گروپ سربلند باشن دادرای عزیز من همشون میشناسم انا میخواد خیلی که در خدمت خلق کنن میخواد در خدمت خلق باشین شما لبخندی تاجیکین شما چی میگن چشم دولتین عین حال زمان پیشروی اینترنت شما بگیم که کار کنی مقصد وقتش در تئاتر بود تلویزیون نبود تلویزیون برآمد تئاتر کمک پایان برد خود اینترنت برآمدگی باور میکنید تمام چیز را پایان بردگی برای همین شما کوشش کنید که نویگری‌های زیاد بر زیاد برای تماشابین و برای خلق پیشکش کنید و
ما تماشابینا تماشا کنیم و حلاوت ببریم. تاجیکان گروه و پیش سربلند باشه. زنده باشه. تشکر زیاد بار دیگه. زنده باشه. معلومات کنید که اوقات خانم نشان بله. بینندگان عزیز، برنامه در مهمانی هنرمند بود تقدیم شما از خانه دوست مراد شریفوف از ناحیه زیبا منظر دنغره جماعت دهات سنگتوده. خیر تا برنامه های دیگر.